سلام و درود به خدمت شما بینندای عزیز. وقت زیبای شما بخیر. خوشحالیم که یک روز دیگر الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. دوستای خوب و نازنین، 100% این مکان مشاهده کردیم، دیدیم. افتخار هرات، افتخار کل افغانستان، معدن زغالسنگ به بند سوزک، بسیار جای زیبای دیدنیه. چقدر کاریگر اینجا به فیض میرسه. فکر کنم به بالای 1000 نفر کاریگر اینجا کار میکنم. خیلی جا زیبایی. همراه ما باشیم، صحبت های داریم، خود انجینر صاحبا، خود کاریگرا، خود سرپرست، خود مدیریت، رئیس صاحبا همراه ما باشیم. به خدمت شما امروز 1 ساعت هستیم. بیننده‌های عزیز، بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه. خود حاجی کاکا که سرپرست همی معدن زغالسنگ هستم، آمدیم به داخل یک خانگاهی که یک دستگاه بسیار مقبولی اینجا گذاشته. بالاخره بیشتر معلومات میدم از این دستگاه. خب این ماشین کاش میگیم حاجی کاکا. بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه شما خوش آمدید میگم در معدن سبزک. و بعد از این در اینجا که ما شما قرار داریم، این ماشین کاشیه که 13 واگن از داخل معدن بسته میشه، از اینج بالا میکشیم از اینج و بعد از توسط کارگر میره از چپگر چپا میشه و بعد از این ما شما را میرم داخل معدن برای شما معلومات کافی میده. بسیار خوب، بسیار خوب. این به ذریعه برقه؟ این ذریعه برق، ماشین روشنه، توسط برق بالا میشه، باز به زنج استارت میشه، بعد از اون میره به چپگرد خالی میشه. خب همین دستگاهی که فعلا زغاله؟ بله، همین توسط همین انتقال میشه زغال از داخل معدن. فعلا خاموشه؟ فعلا خاموشه، هم پیشتر بیرون کردیم، باز میبینیم شما. خب بسیار خوب. بسیار جای زیبایی دیدنیه، واقعا افتخار. یک کاکا داخل بریم باز میبینیم چی نوعی خدمت کردیم ما به مردم. نام خدا. بیننده‌های عزیز، بیاین که خود شما استاسته بریم به داخل خود مغار دیگه. درسته؟ داخل معدن میریم. به داخل خود معدن. معدن که البته کل گمی نه، معدن که هست. معدن همین جایی که ما داخل میشیم و کارگر کار میکنه، این اون معدن است. خب بیاین همراه ما باشیم. بسیار زیبایه، بسیار جالبه، افتخاریه برای وطن ما، برای هرات ما خصوصا. واقعا خدا خیر بده شخصایی که به زیت مکانا سرمایه گذاری میکنم. ببینید که چند صد نفر اینجا بیننده‌های عزیز مصروف بکارم، جای دیدنی دارم. همراه ما باش. دوستای نازنین، گردن هم بند باشه، چه خطرناکه. کاکا کارگر کار میکنه در این نقطه. همین نه جونا که همین نقطه کار میکنه. خدا خب ما میترسیم کاکا. این چریت شیوه، این لیور، این خود لیور خود رفتن نمیتونه. بفهمید این 14 درجه چی داره؟ شیبی داره. بله. خب این چریت امرون کندن نشده. کندن نمیشه. هر جا که زغال برام ما زغال میگیریم و میریم. خب بله. خب بیننده‌های عزیز، بیاین که خود شما بریم با آخر همی معدن، همی غار، همی گفتن که دالونای قدیمی. بیننده‌های عزیز، بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه. ما دیگه تقریبا چند دقیقه میشه که داخل همه خود معدن آمدیم. خود دوستا در کنار ما جناب محترم انجینر صاحب هستم که بیشتر معلومات میدم. ما که زیاد رایه که تاشیم یک سر شیوگی ایتنیه که مثلا همی خود همی غار مستقیم باشه، رو به زمین تعمیریم شیوه. برسیدیم به نقطه که 4 رایه. درسته؟ ما معلومات از اینجی اصلا نداریم. معلومات دقیق از زبان انجینر صاحب جویا میشیم. بسیار خوش آمده. خیلی خوش آمدین. صفا آوردین. شما فعلا در معدن زغالسنگ سبزک در 100 کیلومتری ولایت هرات و رسولی کروخ موقعیت داره شما آمدین.
این معدن کسا در سال 1342 توسط شوروی سابق تعیین و تثبیت شده بود که در حدود 18 رگل می باشه که 18 رگل 4 رگل طبقه می باشه که هر طبقه 4 طبقه از بالانسیه ما میتونیم انکشاف و استخراج کنیم. خب ما در حدود 9.5 میلیون تن ذخایر تعیین و تثبیت شده در سال 1342. این معدن کسا معدن نمبر 3 در حدود 16 لیول و 28 اوکلون داره. خب نام خدا نام خدا. هر لیول معمولا 30 متر ما لیول جدا میکنه که 650 متر طول همین لیول باشه. خب خط واگن ما است. چند سال میشه که کار معدن شروع کردیم و از 1342 شروع شده توسط شوروی سابق که بوده 22 سال تعطیل که بود دیگه. مدت تعطیل بوده مثلا 1 سال 2 سال شاید شرکت بوده. تو همین شرکت هم 22 سال میشه که بگیرته 22 سال 22 سال میشه که کار جریان داره 85 1385 شروع شد خب دست بسیار همین شرکت ما باشه. بله خب اینا تنها به خود افغانستان به فروش میرسونیم یا به کشور خارج؟ بله بله فعلا همین که هستن کم میارم با افغانستان کسه کورا ما استفاده میکنه مو استفاده میکنه خب ولی ما چیز داخلی استفاده میشه. خب چقدر کارگر اینجا مصرفه؟ کارگر فرق میکنه تا 1200 نفر ما کارگر داشتیم. این فعلا 650 تا 700 نفر ما کارگر داریم. نام خدا 700 تا نفر 1200 نفر کارگر داریم ولی اما فعلا 700 نفر ما کارگر کار میکنیم. اون وقت کار خب چون وقت کارو مردم داره و گپ و گفته مردم کسا مصرف ای وقت سال برای دوست ماده که تا 1200 1300 نفر ما کارگر داریم اینجا. که چرا خب اینجا وقتی کارگر داشته باشیم به بیرون حق ندارن دیگه چون اینجا سالونه دیگه درسته؟ دیگه اینجا میتونم برام به ولی میتونم ما ولی میتونم راحت برن کارگر کاسته آزاده. مثلا میاد دو ماه ما اینجا نفر کار میکنه خسته میشه میره یک ماه دو ماه راحت بخونه خستگی خور میگیره و پس میایه. خب اینجا که جا سردی است به تموز طبعا زمستون هم بهتره به اینجا. زمستون هم فکر کنم گرم باشه. ولی به زمستون هم هوا ازی برابر و خوبیه که این معدن زغالسنگ که سبزک داره هوا ازی طبیعیه هیچ نوع مشکل از لحاظ هوا نداری. با تمام افغانستان استاندارد کار ازی درجه اوله ولی این تکیمات مکاسه تکیمات فلزیه هیچ معدن از این تکیمات کار نمیکنه. اینجا کاست ما کتاق کامل میکشیم به دیگه جا کاست کتلر کشیدن چون ما تکیمات میزنیم تکیمات فلزی هر چه بار باشه استقامت ازی برمیداره زغال ازی راحت کشیده میشه با طریق استاندارد کاست مت به مشون واسه که تکیمات فلزیه کل گز اینا هزینه زیاد مصرف میکنن تا که اینا نفر هم سالم بیا سالم بینیشه. خب چرا خواج عزیز چوب دادیم و لوله دادیم؟ به خاطر که ریزش نکنه سنگ که بالا کام میزنه ریزش داره متر تکیمات میگم تکیمات رو واسه میگم باز میزنه چوب میزنه که ریزش نکنه سنگ چیز به کارگر دیگه نخواد اینجا کس راحت نفر میره یعنی این سنگ دیگه به ریزش نداره که به جون نفر سنگ چی دیگه خودم اگر ندمی چوب بله امکان ریزش میکنه سنگ رو به زور دستگاه شما به زور دستگاه میکنه بازم ریزش داره باد میخوره مدت کسا خور اله میده هر چی که شما سین قوه جاذبه زمین رو کش میکنه دیگه امکان نداره که ریزش سنگ از بالا نیاد پایین. همین ما هرچه میایم رو به شیوگی خیلی کار از زمین به اون نمیرسه تا حالی تا بو شده باشه جایی که شما رفته باشیم که پس برگشت خوردین که زمین او بیرو شده در این فعلا جایی که ما هستیم میبرم لیول نه 270 ما شما میبینه پایین اومده از این پایین تر که برگم او دوره ولی کفکشو میکشه بیرون بله او هسته زیر زمین هم او داره مثلا 16 تا کفکش دارن 16 تا از این پمپا کاسه او مستقیم میکشه بالا دم کار از اینا کاسه او ما نمیگذاریم که بمونه او هم که باشه ما میریم داخل او داره چون همیشه از زمانی که همین زغال تشکیل میشه تا زاویه 45 درجه و 50 درجه تا زاویه تشکیل میشه همه به همین حالت با عمق زمین میره از تشکیل از این کاسه با همون حالت ما کار کردن میریم رو از کجام که بعضی جار ما دیدیم مال او میره ولی بازم با مشکل نمیخوره نه هیچ مشکل نمیخوره و چک داره. خب برق هم شما اینجا کو داریم آیقه کل سیما برق ما آیقه حتی داخل او هم باشه هیچ مشکل نمیخوره از ما مشکل ان شاء الله تا حال نخوردم نه ان شاء الله مشکل نه چون تکنیک داریم ما تکنیکی کارو خب میشه. حاجی کاکا پیشتر گفتم حدوداً 600 700 متر بله. بعد به زیر زمین بریم همین فعلا 650 متر 700 یعنی همین یک لی خط واگن مایل میگن همین خط واگن مستقیم 600 تا 700 متر رفته با به لیولات تبدیل میشه با اوکلون تبدیل میشه مثل یک شهر داخل است. نام خدا. بینندای عزیز بیشتر وقت شما نمیگیریم بیاین که بریم البته مینجان که اصلی جا همین جیه اینا دیگه میتونه خوش خوش کنده شده و پیش رفتم پیش رفتم حال میریم به جایی که یا با دستگاه یا با چکش بله کارگرا شما کار میکنم
همونجا خود شما بفرمایید خواهش شما بیرین کار از اینا ببینید جریان که اینا ایور بریم یا ایور بفرمایید بریم. خب بینندای عزیز همراه ما باشیم. بسیار جای دیدنی زیبای، خدای پاک عزت بده اوت شخصایی که به زیر مکانا سرمایه گذاری میکنن. دوستای خوب نازنین، ما به کنار دوستا هستیم که مسئولیت تمام همی کفکشی و لولا و خراب و خوب اینا مسئولیت فکر کنم به دوش شمانه. بله. خب چند سال میشه اینجا مصروفیم؟ تقریبا 20 سال میشه. نام خدا 20 سال بله. 20 سال. خب از حقوق و از کار خو راضی هست؟ بله از هم رزیم بله. شکر. بسیار بله. اینا که 100% شما معلومات دارید اینا صوت میشه. بله یا زغاله. میفهم. اینا چند مدل باید تیار شه که به بازار عرضه شه؟ اینا یک مدل یا از اینام که هست از چند رقم ما معدن داریم. 4 معدن اینا رو هم میگین مکس میکنن یک جا باز یک دفعه میفروشن. خب خاکی رم قبول میکنم. بله زغال دیگه نرمه دیگه نرمه. قسمی که ببینیم خالص زغال نونی مازاد گالری از این بیشترین گالری بیترین گالری با کیفیت طبقه که ما داریم همین زغاله. بله. تو درشتم که است. زمانی که میکنه بعضی درشته بعضی نه زبان کندن که زغال شخ بجا شخ زغال. یک کس دیگه علی زغال بیتر دیگه ما نداریم. خب دقیقاً. خب جایی که بچه‌ها از داخل شوخ میکنم زغال میگن اینجا ذخیره میکنن اینجا ذخیره از اینا با واگونا بار میشه میره بالا. الان ما شما میبینید سر موقعیت اصلی که چیرقم اینو میکنم و کار از اینا دقیقاً. بسیار خوب. خب انال بعضا درشت زیاد درست درشت با وقت سوخت. بله. فرقی نمیکنه که بمونه داخل مغز چیز. نه کلا میسوزه. نرم و درشت نداره. کلا میسوزه اینا. با داخل کوره و همون که اصلا نرم و درشت نداره. کامل نمیسوزه. بیننده‌های عزیز بازم به ادامه برنامه خوش آمدیم. گردن بند باشه یک جا خطرناکی نیه این جگاه که ما فقط فعلا شیشته ایم. اینا برادرایی که شما مشاهده میکنین اینا زغال و فرغونا اینا رو انتقال میدن. لالا اول که همه شما جمعیت مونده نباشین. واقعا به شما بگم نه که به جلو رو شما بگم همین پول پاک حلال لقمه نان شما کریگرا از اینجی واقعا پیدا میکنیم. ما که از امصبح ادمی که بیامونیم تال شل شدیم. جالب از اینه که همین دریچه به هر نگاهی که شما فکر میکنیم هم به برخ و هم به جست خو خیلی خورده. بعد اینا پشخم زده شما درسته؟ بله. خب این مسئله یک فرغون نیه، مسئله 20 فرغون نیه. شما از ساعت چند شروع میکنیم به کار؟ ما از 5 و 10 دقیقه شروع میکنیم تا 5 بعد از ظهر. 5 صبح. 5 صبح بعد. چرا مثلا موقعی کار کو ساعت 7 اجاره اجاره 5 شروع میکنن تا 11 بعد به غذا تعطیل میکنن 2 ساعت بعد از 1 تا 4:30 تا 5 بجه بعد فرغون به می روال شما به می روال میره. بعد چند سال میشه کار میکنی؟ من خیلی سابقه زیاد ندارم، یک ماه بیشتر نمیشه، ولی خب دوستان هستن که تا سابقه فکر کنم 20 سال هم دارن. یک ماه میشه شما؟ بله یک ماه. به می یک ماه قطع رستیر بگین چند دفعه بجستیم؟ من نجستم واقعا بی یک ماه نجستم، ولی خب احتمال جستن هست. خب کاکا باشه من خاطر نمیتونم بشینم. خب کاکا جانم بفرمایید بشینیم شما بشین. باشه شرم نداره. چند یا اجاره داریم یا کارگر کارگری میکنیم حقوق میگیریم. چند برای شما مفت روزه؟ دیگه چی بگم، شاید همین از روزمزوری بیشتر میفته که حالا در حدوداً حالا 4.5 ساعت 5 ساعت تا 6 ساعت اینا 5 ساعت. یعنی که شما میگین 15 16 هزار افغانی با ماه کار میکنید. خب همین خرج شما به جمع خود شما چون نه خرج ما با جمع شرکت به جمع شرکت کلا خرج
آب گرم استراحت، تمام آب امکانات از نه، شرکت امکانات مهیا بگم. ما بدیدیم بسیار جا برابر، آشپزخونه برابر. 14 بوجی فکر کنم شما نونوایی داریم. بله گفتیم آرد پخته میکنیم به بله روزه. بزن 14 وجود بار پختن نونوایی داریم، اینجا آشپزخونه داریم، حمام گرم، مسجد، کل چیز بخدمت امکانات خیلی فول نام خدا، بسیار خوب بسیار خوب. خداوند شما رو خیر بده. بالاخره از کار خورزیم. بله روزی. منتها بودم یک کلمه گفتیم شاید که همین کار باشه، بله. یعنی یک وقتی نشه خدای نه انشالله نکرده. که نمیشه. بچه. اگه میشد اما هفته اول دوم میشد. یک چیزی ما به شما میگم، خب باید تا کارار ما و شما افتخار بدونیم. بله اگر شما مثال میگم یا خود شما یا بچه شما به ایران برم، ایران برای شما پولیت به دومان شما نمیریزم، شاید از این کارا سخت‌تر باشه اما به افتخار واقعیت کار میکنیم. درسته؟ بله 100% مملکت به مردم هم افتخار. هسته. واقعا. خب پس همین افتخار به وطن خوب ببخشیم. خب ما خود تقریبا 30 سال به ایران بودم کار میکردم، بعد از 30 سال بازم دوباره برگشتیم همینجا دارم این کار انجام میدیم. خیلی هم خوشحالم چون وطن مونه. 30 سال به خونه دیگه کس ما کار کردیم، زحمت کشیدیم و آباد کردیم، به هیچ جا هم نرسیدیم. بسیار خوب. خداوند شما رو خیر بده. بینندای عزیز، فرغونایی که شما مشاهده میکنیم کمک سخت هست، منتها حقوق از این مردم دولایه دیگه. بله به سر میدان اگر برن 200 اینجا 500 حقوق دارم. امو متعال میگه به هر چمن که رسیدی گل بچین و بچی. درسته؟ حالا شما گل میچینیم اینجا، همین کار شما حقوق شما واقعا برابره. اگه خود خرج فکر کنیم 20 هم بالا میشه. بله خیلی درسته؟ بله بسیار خوب. برنامه ادامه داره، همراه ما باشید. بینندای عزیز، بازم خوش آمدین. خدا کنه که تا به این لحظه از برنامه لذت برده باشیم. نقطه صفری معدن زغالسنگ انمی جای که لالا شیشته عمود دستگاه به دست از اینای هی میکنن. با قدرت الله پاک شما نگاه کنیم، ما همین گذر که به مینجی تا شدیم و بیا آمدیم چند دقیقه میشه که ما برایم تا برسیدیم با آخر، یعنی سر کار همینه دیگه. درسته؟ البته چند تونل، تونل زیاده. چند تونله؟ خوش باشم. 16 لیول داریم 28 اوکلون. یک لیول 32 بشه اوکلون 32. فعلا 16 لیول کار میخواد 28 اوکلون. خب لالا ایت از حساب هوایی و مثلا تال ایت شده باشه که به شما مثلا نقص چیزی رسیده باشه یا نفس تنگ شده باشه؟ هیچ تاثیر نمیکنه، فقط با عادت کار داره. ما مدت خیلی وقت که کار میکنیم به همین عادت میکنیم. یعنی میشه اصلا هیچ تاثیر اون نداره. یعنی اینجا یک شکلی هست خدایی، میتونم شما بگم ما معنی به عمر خود نماده بیدیم، برای ما فرق نکرده. فعلا یخه همین ذره 650 متر هم بینندای عزیز ما به زیر زمین آمدیم. لالا یک چیز دیگه اجازه نمیدم، اجازه نداریم شما یک کمک کورگی و بلندی از این بیشتر بگیرین که برادرایی که انتقال میدن به فرغونا. این قطع از این لیول که هسته 180 بالا از یک از این سنگه. خب این بدرام سنگ کانکومیرات بیایم. این سنگ سخت است، هیچ نوع توک بالا از این کار نمیکنه. بعضی موقعیت‌ها که این سنگ کامل شما نمی‌تونید بی بالا. خب این سنگ است، این سنگ صاف. خب کف چی؟ از کف یعنی این کف هم همین سنگه. تقریبا 2 متر هست قطع از میاره. راحت دیگه کار میشه. بعد جو تا 3 متر هم اون سنگ میبینیم اونجا زغال ما 1 متر 20 مالی. ولی شاید 70 سو این سنگ تام میکنم. این سنگ تام میکنم به بغل از این چندگی بیشتر از اون سنگ تکردن نمیشه. سنگ است هیچ نه توک بالا از کار نمیکنه. خب لالا چرا اینا رو با پس بکنیم و بغل بچیندیم؟ چون همین سنگه، اون سنگ این به جمع زغال دیگه تیر کردن نمیشه. ما زغال میریم به مشتری میفروشیم، این سنگ به کنار میچینیم. خب بینندای عزیز، من نمیتونم جلوی دوربین بیام به خاطر از اینکه جا بسیار تنگه.
نمیشه. نه برادرام همینجا شیشته هم. خب ما شما موقعیت کاری اومده نقطه که نفر کار میکنه و زغال داره میکشن بیرون. چه قسم کار میکنی؟ یک هسته 1 و 10 سال تقریبا زغال از این 80 سال 70 سال ما تنگ سنگ بالا رو ته میکنیم. خب. سنگ بالا به خاطر ته میکنیم که باز تحکیمات مسالم بمونه، شکست نکنه. این سنگ هست بعد از مدت خود هله میکنه. این سنگ سقف بالا که میبینیم سقف سنگ هیچ نوع توک توک لازم کار نمیکنه که ما ورته کنیم. 2 متر قطع لیول اون 1.80 یا 2 متر استاندارد از این 1.50 بر از این. زمانی که ما این سنگ ته میکنیم به بغل میچینیم مثلا اینجا که هست. خب سنگ میچینه به بغل تحکیمات متر به متر تحکیمات میشه. ببینیم با چی استقامتی که چوب از درنه بیشترین چوب ما کازرات هست ما با این معدن میاریم. بزرگترین چوبه هر دونه تقریبا 1000 قیمت از اینه که ما متر به متر تحکیمات میکنیم. این جریان کار ما است. بسیار خوب. از لایه ازی بگیم برار. این لایه اوله. خب به شما معلومه چند لایه داره؟ همین خود همین کو همین خود همین معدن. ما قبلا که گفتیم که 18 رگه داره از جمله از اینا زمانی که شروع نه من منظور من از پایین تا بالایه. خب ما گپ شما گرفتم. 18 رگه داره 4 طبقه داره. طبقه ما 4 طبقه بیلانسیه که میتونیم ما استخراج کنیم. 4 طبقه از این موضوع رو طبقه بیمو هست با کیفیت ترین زغال تقریبا 9000 گالری از اینه. تو این طبقه اوله. بله طبقه اوله. که ما پیش میبریم 9000 گالری از این با کیفیت ترین زغال ما میکشیم. خب بله. طبق دیوم هم شروع. بله طبق دیوم شروع کردیم. با بالی از اینه. به زیر پایین طبق دوم کس به زیر پایین. نام خدا. بله طبق دیوم. در پایین کاستا از عمق 500 550 متر طبقه دوم ما شروع کردیم کار میکنیم. کار ما جریان داره. خب کار شما از آخر کار میره به طبق دیوم. از آخر یا از اول نی آدم دروازه از پایین تر شد. ما پارچ عمق پایین طرف رفتیم بزون نزدیکتر شدیم به طبقه دوم کاست به عمق 500 متر بزون نزدیکتر شدیم. او از پایین شروع کردیم عمق 500 متری طبقه دوم شروع کردیم. تقریبا 20 25 گروه فعلا کار میکنه. خب بسیار خوب بسیار خوب. هر گروه از 5 6 نفر 25 گروه فعلا جریان کار نکنه. خب زمزلم جامای آسیب بدید؟ نه هیچ تاثیر به ما نکرد از این معدن. هیچ تاثیر نکرد. خب بسیار خوب. خوشحال شدیم از دیدن شما. به دیگه جام وارد میکنیم زغال سنگ هراته. نه فعلا ما فروشاتمون با می هرات و به فرا میره بعد رسکن و بشندن و می حدودا چند ولایت؟ یک 2 3 ولایت ما میتونیم ببریم دیگه. ما نداریم بیشتر از همین رو پر کردن نمیتونیم. فروشات ما خیلیه و می فرا میبرن بعد رسکن و بشندن و به می گروه هرات کاسته و نیمروز میبرن به قلنا میبرن همین رو میبرن. بسیار خوب. تشکر از شما. سلامت لطف کردیم. قربان شما. بینندای عزیز واقعا جای افتخاره که همیت برادرها سرمایه گذاری میکنم. این سرمایه گذاری انگفت خیلی سرمایه گذاری که واقعا زحمت هم زیاد میکشن از هر لگاه شرایط برکارگر مساعد کنن از جا مکان غذا کل چیز اینا که از رایگان دواخونه اینجا به خدمت 24 ساعت دارو دوا آمبولانس همه چیز به خدمت از کارگر. نام خدا. بسیار خوب. انجینر صاحب یک سوال دیگه برای ما مال خلق شد. همین دمی که ما 650 متر یا بیشتر یا کمتر از این ما داخل تونل داخل شدیم. خدای نکرده یک وقتی فعلا به داخل ما این غار میگیم به داخل می غار آمادیم. یک جای از پشت سر لنبش میکنه که کلن بند میشه بسته میشه. اون موقع شما چه کار میکنه؟ یک زرکریگر اینجا کار میکنه. علاج رای چیه که نجات بیافته؟ سوال شما خیلی خوب سوالیه. ما میگیم هر 30 متر ما یک بلاک میگیم هر 30 متر یک رای اوکلون که اصلا راه ارتباطی بین هم دیگر داریم. اگر به می 650 ما 22 راه داریم. و هر 30 متر اگر پردوتال اینجا ریزش بکنه ریزش میکنه معدن امکان نداره که ریزش نکنه 100% ریزش میکنه. با راه دیگه 30 متر ما راه داریم که از این راه بنش از این راه دیگه ما گروه ترمیم کار داریم. مستقیم اگر ما کاسه ولی که من خود انجینر میسایم دوم از باشی ما و انجینر کاسه گروپ ها هر روز ما گروپ ها گردش میکنیم. کلا برام معلومه که این سنگ چی هوا زمان چی زمان هوا میکنه چی زمان میاد ریزش چه رقم حرکت کل که حرکت کو معلومه. ان شاء الله هیچ اتفاق نمیفته. با ما گروه استروید مستقیم بفهمن که تک ما شکسته است گروه ری میکنه ترمیم میکنه. 30 متر ما راه داره همون برتر ما سر 30 متری راه داریم تا که ما بیرون شیم همین تقریبا ما 60 میمون دو تا راه دیگه هم پشت سر خدا داریم که بریم بیرون بریم. خب یعنی ایت طال ایت
چیزا پیش آماده باشه، چون سنگ شما به ضربه میکنیم، به ضربه برق شده باشه که میتونه جا نشون داده باشه که همین سنگ سوسته که اگه یک چکش بخوره کلا نمیته میریزه. بو شده به می مدن. نه کلا تنه هر روز اینو با می سر کار دارن. کلا تنه ما فرض مثلا همین سنگ که میبینیم این توک یا پشت سر از این مکان میتونه باید تحکیمات کنه، میگه تحکیمات کاسته پشت سر خود نفر مکان فقط یک متر جلو کار میکنه. زمانی که بکنه همین سنگ میاد. ما زمانی یک کننده استاد میگن کننده اینو کاسته با کارگر از نه کننده 4 5 تا کارگر داره. این تو که 2 سال 3 سال اومدن سابقه نشه ما کننده توک توک به دست از یادم نمیدی. این باید حرکت کل سنگری بفهم و از زیر کننده استاد میکنه. جو توک توک بنده سازی این دیگه حرکت از سنگری میفهمه. همین کندن هم باید آدم کاسب کار باشه. بله ما هر کس اینجا کننده نمیکنه. فرغونکش مشکل نداره، فرغونکش مشکل از زمان کسی که اینجا بکنه اولی باید بیاد داخل شاخ چک کنه، کلا گزارش برای ما بده. ما از این گزارش روز میگیره، هر روز ما از این گزارش میگیریم. همین 30 35 40 گروه داره. ما صبح خود مدام ساعت 5 صبح میام از یک سه اینو دونه و دونه چک میکنیم. از این پرسان میکنه این باید بیاد داخل شاخ و بسته از ما تا آخر چک کنه، بعد بیاد توک توک برد کار کنه. نفر از یک متعقب تر از اینه. بعضی اینا کار میگه که چک است صاحب از این معلوم میشه، بعد شروع میکنه با کار. سنگ چیزی به همین 1 متری میاد به بغل خود اینو سنگار میشن دیگه. ان شاء الله هیچ گپ دیگه نداره. جلالا چند حقوق داریم؟ فقط ما اجاره کار میکنیم، روزانه 500 کار میکنیم. 500 600 تا کار میکنیم. مشکل نداره. یک بیسش کوچیک. خب انجینر صاحب یک معلومات دقیق هم برای بیننده ما بدیم. کمی زغال سنگ بغیر از سوخت حمام و مثال کورا با خونه هم استفاده میشه، به دیکون هم استفاده میشه. ولی چرا خونه‌اش ببین بخاری کن، بخاری از زغال سنگ که هست خیلی باز گرمای بهتر میتونه استفاده کنه. مثلا اگه ما 2 کیلو زغال سنگ داخل این بخاری ترکی که حالا بیامده بنازیم تا صبح خونه ما شما گرم. خب چیزای به اینا استفاده میشه که یک وقتی ضرر نرسونه به حساب کرسی یا به خیری؟ دیگه ضرر نمیرسونه. بعد به هر قسم به کرسی که نمیتونیم ما استفاده کنیم. کچره چون هر قسم باشه باز زغال سنگ خود یک گاز رو داخل خونه کاسه. این بخاری و مخصوص کاسه مستقیم میره بالا و بیرون داخل خونه است چی نمیکنه. بیرون نمیشه. با بخاری کاسه ببینم کل می هواکشی که میره بالا این خودی دیر میگه تا با آخر میسوزه. هدف مثلا اینه که با تا آخر بسوزه. اون هواکش بالا از کاسه میسوزه. خیلی با گرمی بهتر میتونیم از استفاده کنیم. این کاسه بیشتر به کورا استفاده کنیم چون دوامداره. این کاسه سوخت از دوامدار. ولی دیگه جگه جو کاسه دوامدار نیست زود میسوزه. این کاسه ساخته از یک این قدرت الله پاک یک جالبیت دیگه داره انجینر صاحب که این سنگ درسته؟ بله. سنگ میسوزه ولی سنگ نیه. این مثل کوکسه. خواه سنگ کاسه است. اون سنگ نرم میشه. این سنگ که نیه. فرض مثلا یک است همون کوکسی که از زمانی که تشکیل شده از عمق زمین میاد بالا و میاد تشکیل شده. بسیار تشکر. بیننده‌های عزیز بیاین که خود شما آسته برین گردن هم بند با شما که به یک بر بفتادم اگه خورد شور داده بودتونم. خیلی کار میکنیم، واقعا زحمت میکشیم همه برادرها. خود شما انجینر صاحب به خاطر می رفتن آمدن شما مسئله یک جانیه که شما به یک جا برین. نه دیگه 2 4 کیلومتر ما مسافت داریم. بعد روزانه 2 فصل فهمید 2 4 کیلومتر ما بگردیم. 4 کیلومتر؟ بله 2 4 کیلومتر مسافت ایمدن. خب از لالا خواهش میکنین که شروع کنم به کندن. من نمیتونم. شما هم شاید بتونید. چرا نتونید؟ بعد این دستم باشه ولی نو بکن طریقی به شما یاد ده شما بکن. برو وقتی که اینا رو میکنم. خب دوستای نازنین آسته تصویران مشاهده میکنیم جایی که کارگرها زحمت میکشم از اول تا با آخر که حدوداً 1000 خوردی کارگر بس اینجا مصروف کارم که همه چیز اینجا موجوده. از مسجد گرفته، از حموم گرفته، آشپزخونه، جای خواب، جای استراحت، بالاخره همه چیز هسته. ما 650 متر شما اگر به راه حساب کنیم که 650 متر از کجا تا به کجای زیر زمین این شخصا به زیر دستا زحمت کشیدم اینا را بکندم به خدمت مردم افغانستان به عرض میرسونم. همراه ما باشیم، برنامه ادامه داره دوستان.
بینندای عزیز، خدا کنه که امروز از برنامه ما لذت برده باشیم. تشکر میکنیم از شما، از انجینر صاحب، از برادرای که اینجا مصروف به کارم، از سرپرست معدن زغالسنگ که جیماما باشم که ما این موتر نگاه داشتیم و بالاخره با موتر خمار اینجا آوردم و زحمت کشیدم، میمون نوازی بسیاری کردم. بسیار تشکر از شما. اینجا یک قانونی داره که هر شخصی که وقتی که به داخل از این معدن سنگ قدم بگذارم، پاخور بگذارم، بعد میتون منظم لباس ببری نباشه و بالاخره مثل کلا و موزه زمستونی. واقعا جای افتخار. دوباره یاد میکنیم با مردم افغانستان که به کل دنیا فکر نکنم ایت جای باشه، ایت معدن باشه. واقعا زیاد هرچی که فکر میکنیم اگه 500 سالم از اینجا ببرم و بکنم بازم هست، جا داره. خب بسیار تشکر از شما. وقت شما رو نمیگیریم تا به فردا شب که کجا نصیب و قسمت باشه. شما رو به الله پاک نازنین میسپریم. بازم تشکری میکنیم از دو بزرگوار که امروز واقعا زحمت کشیدم، خور از کار خو انداختم و جار 650 متر زیر زمین برای ما جار معرفی کردم. بخیر باشیم، با عزت باشیم. وقت